الو بفرمایید. سلام سوسانو، منم تسو. ای بابا تسو ول کن دیگه، چرا به هم زنگ زدی؟ اصلا شماره منو از کجا پیدا کردی؟ سوسانو، من نمیتونم دست از سرت بردارم. خودت میدونی که چقدر دوستت دارم. پس انقدر بهم کم محلی نکن. ببین تسو، خیلی وقت پیش این قضیه تموم شده، پس دیگه خواهشاً به هم زنگ نزن. خب ولی سوسانو، من هنوز عاشقتم و نمیتونم تو رو فراموش کنم. آخه تو چرا اینقدر خری؟ الان دیگه وقت این حرفا نیست. من 2 بچه دارم و شوهر کردم. میدونم، ولی تو نباید جومونگ رو انتخاب میکردی. آخه اون هیچی نداشت و فقط به خاطر پولت بود که باهات وارد رابطه شد. هر جوری که بود الان دیگه وقت این حرفا نیست. تو هم حق نداری دیگه به هم زنگ بزنی. اصلا شماره‌تو بلاک میکنم. ولی سوسانو، پس بذار با هم دوست باشیم. نه جناب، من گول این حرفاتو نمیخورم و تو هم دیگه بهم زنگ نزن، چون ازت خوشم نمیاد. ولی سوسانو بذار. سوسانو، الو سوسانو. تسوی بیشعور وقتمو الکی گرفت، وگرنه تا الان تمیز شده بود ماشین خوشگلم. به دادم برس که دامون قلبم که حالم بده. شبام بی تو سردم، از این خونه خستم، نجاتم بده. دوچارم به تو. چی شده شاهزاده؟ چرا اعصابت اینقدر شخمیه؟ آیا برای سرورم اتفاقی افتاده؟